ویدیویی که دارم میگیرم برای کانال رادسل تیوی، من از اینجا دقیقا داشتم میرفتم و اینکه اینجا قبلا کنده شده بود، این خانمی که میبینید و توضیح داده بود دیم داخل ویدیو، از این تیره برق داشت مستقیم میومد. محیط رو اگه نگاه کنید محیط واقعا محیط ترسناکیه. دقیقا از این تیره برق داشت به ما اضافه میشد، یعنی راهشو به سمت ما کج میکرد از اینجا. و ویدیو بعدی رو هم یعنی ویدیو شخصی که ساعت 3 صبح با ما برخورد داشت، اونم براتون میگیرم. ذره سرده ولی خب امیدوارم سلامو داشته باشید. مرسی. تقریبا من اومدم این راه اومدم، این تیره برقی که خدمتتون عرض کردم، این مسیر رو پیاده من اومدم، همون چیزی که دقیقا من تو خوابم دیده بودم اتفاق افتاد. ببینید اینجا که رسیدم کلا برقا قطع شد، برقای بالا رو که خدمتتون عرض کردم یکی در میون قطع شد، کلا قطع شد. و وقتی که وارد به ذکر سمت منطقه اینجا رسیدم، همون داستان اتفاق افتاد. دقیقا زیر این درخت توته، یه درخت توتی اینجا اون شخص رو دیدم. اتفاقایی که تعریف کردم براتون، اون قسمتی هم خدمتتون عرض کردم، برق اومد، این تیره برق کاملا محیط جنگلی با ویلا. از این یه تیکه به بعد من دیگه دویدم. مسافت خیلی زیادیه دوستان، این مسافت رو من دویدم. این سربالایی که هست موتور اومدم براتون خیلی راحت باشه و برگشت از این قسمت. این محیطیه که اتفاقات واقعا ترسناکی اینجا افتاده. ما امروز یه ویدیویی رو ضبط کردیم بابت مصاحبه و اینکه یه سری اتفاقاتیه که داره میفته. نمیدونم حالا این به اون ربط داره یا نه، ولی یه تایمی خیلی کم شده بود. الان من از این مغازه برای چند نفری ویدیو رو فرستاده بودم، ولی خب یه تایمی قطع شده بود. امروز مصاحبه داشتیم با کانال رادسل تیوی و اینکه لطفاً این تکون خوردن رو ببینید شما. و برای رادسل تیوی این ویدیو رو میفرستم. نبود همچین چیزی ولی الان اتفاق افتاد. مرسی از همگی. من زوم میکنم براتون، این پایینم بهتون نشون میدم. این تکون خوردن چپ راست بالا پایین نگاه کنید، عجیبه، واقعا عجیبه. مرسی از همگی، ممنون.